هم إخوة سكنوا الفؤاد وبلسم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه. آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی قدر، ان شاء الله تعالی درس امروزه ما در نسبت شرط اول علم است. ان شاء الله تعالی صحبت میکنیم. شرط اول علم که برای کلمه توحید لا اله الا الله است. العلم المنافی للجهل. کسی که کلمه لا اله الا الله را میگه، برای او لازم است که معنای این کلمه را بدونه، یعنی علم داشته باشه به این کلمه. علم داشتن برای کلمه به این معنی است که تو معنای این کلمه را بدونی که نیست معبودی بر حق مگر الله. علم در وجود تو در نسبت این کلمه باشه که دور کننده جهل باشه. جهل نادانی را میگن. وقتی که تو معنای کلمه را ندونستی، یعنی در وجود جهل وجود داره. و وقتی که تو صاحب علم شدی، جهل از بین میره. وقتی تو فهمیدی که معنای کلمه توحید لا اله الا الله که معناش این است که نیست معبودی بر حق مگر الله. علم شرط از قبول شدن کلمه توحید است. انسان نمیتونه مسلمان باشه این کلمه را بگه و معناش ندونه. معناش ندونه از کجا یگانگی الله را قائل میشه. از این لحاظ علم شرط است برای کلمه لا اله الا الله. و اونم دلیلش از آیت قرآن است که الله متعال در سوره محمد آیه 19 در سوره محمد آیه 19 میفرماید: نستعیذ بالله فعلم انه لا اله الا الله. فعلم انه لا اله الا الله. فعلم صیغه امر است. الله متعال در این قسمت ما و شما را امر میکنه: بدان که نیست معبودی بر حق مگر الله. پس باید ما و شما بدون معنای کلمه توحید را، و معنای کلمه توحید را باید میکنه که نیست معبودی بر حق مگر الله، یعنی تنها الله را عبادت کرده میشه و غیر از الله را عبادت کرده نمیشه. هر آن چیزایی که عبادت میشن غیر از الله، اونا همش باطل هستند و بیکار هستند. و همین آیت قرآن هم در قسمت اولش ما و شما را امر میکنه که باید ما بدونیم. فعلم، بدون. از این لحاظ علم شرط برای قبول شدن کلمه توحید قرار گرفت. انه لا اله الا الله، این که او یعنی الله، نیست معبودی بر حق مگر الله. تنها معبودی که عبادت کردنش جایز است و الله است. حق عبادت تنها الله داره. و اون معبودهایی که عبادت میشن غیر از الله، اونا همش باطل هستن. این چیز را باید ما بدونیم که این معنا دلالت میکنه بر نفی اثبات لا اله، که قبلا در درس گذشته بودیم که لا اله هیچ از نفی است. یعنی تمامی آن چیزایی که عبادت میشن غیر از الله همش باطل هستند. و الا الله اثبات است. اثبات و اثبات معنیش است که تمام عبادت ها برای الله است. هر کسی را دیده که نمیدونه معنای این کلمه را، او مسلمان نیست. و همچنین در سنت نبی صلی الله علیه و سلم آمده، سنت مطهره از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، عثمان رضی الله عنه فرمودند که نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند: من مات وهو یعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند که من مات، هر کسی که بمیرد در حالی که او میداند که نیست معبودی بر حق مگر الله، در حالی که میدونه که تمام چیزایی که عبادت غیر از الله همش باطل هستند و الهی بر حق الله است و عبادت برای الله است، این چیز را میدونه، داخل الجنه، داخل جنت میشه. حدیث را روایت میکنه مسلم. مفهوم این حدیث چی است؟ از این حدیث ما فهمیدیم که علم شرط قبول شدن کلمه چی است؟ کلمه توحید است. و کسی که میخواه داخل جنت شود، لازم است که بدونه چرا معنای کلمه توحید را، نفی اثبات را، که معنای کلمه توحید را قبلا هم شرح دادیم که معنیش است که لا معبود بحق الا الله، یعنی نیست معبودی بر حق مگر الله. اون کسایی که ادعا میکنن که ما مسلمان هستیم، الحمدلله ما مسلمان هستیم میگن، لا اله الا الله میگن، اما اون چیزهایی که عبادت میشن غیر از الله، اونها را باطل نمیدونن. عشق شخصیت ها
این معنا را میده که اونها معنای کلمه توحید را ندونستند و ندانستن معنای کلمه توحید تو را در اسلام نمیدروره و این کلمه را برای تو فایده نمیده. این کلمه وقتی برای تو فایده میده که معنای این کلمه را بدونی، نفی اثبات را بدونی. برای هر یک فرزند مسلمان لازم است که این چیز را یاد بگیره، زیرا که اصل دین است. این مسئله توحید است، این مسئله از اصل دین است. برای هر یک فرزند مسلمان لازم است که این چیزها را بدونه. و از آیات قرآن برای ما معلوم شد که علم شرطی از قبول شدن ایمان است و از حدیث نبی صلی الله علیه و سلم که از عثمان رضی الله عنه روایت میشه که او روایت میکنه با مسلم، معلوم شد که علم شرط از قبول شدن کلمه چی است؟ کلمه توحید است. پس الله متعال برای هر یک ما و شما برکت بده و در نسبت علم، در نسبت فهمش، تا که ما بفهمیم که معنای کلمه چی است و نفی اثبات چی است و بفهمیم که تنها با گفتن کلمه توحید برای ما و شما فایده نیست. لازم است که ما معنای کلمه توحید را بدانیم، زیرا که امر الهی است و ثابت است از حدیث و ثابت است از آیات قرآن و از حدیث نبی صلی الله علیه و سلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.